نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردند. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر بر من و شما منت نهاد تا با سوره دیگر از کلام الله مجید در خدمت شما خوبان و سروران باشیم و ترجمه معانی آیات این سوره مبارکه. سوره مبارکه الاعلی از جمله سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای جمعه و نمازهای عید این سوره مبارکه رو در یک رکعت و سوره بعدی آن که سوره مبارکه غاشیه است رو در رکعت دیگر می‌خواندند. سوره اعلی و سوره غاشیه غالبا در نمازهای جمعه و نمازهای عید خوانده می‌شود. در این سوره مبارکه الله متعال برای ما معانی و مفاهیم والایی رو بیان می‌فرماید. الله متعال در این سوره مبارکه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بگو، به پاکی یاد کن و تنزیه الله متعال رو داشته باش. الله متعال رو تسبیح بگو، او رو تحمید بکن، به پاکی یاد بکن اون پروردگاری که والا مقام است و از همه مخلوقات خود والاتر است. اون ذات والا مقام رو با ذکر نامش در عبادت خود و تسبیحات خود یاد کن. بگو سبحان ربی الاعلی. وقتی که در سجده میری و سر به سجده می اندازی و در نزدیکترین حالت خود با الله متعال قرار میگیری، اون اللهی که بالاست و اعلاست و در آسمان هاست و والا مقام است، تو هر جا که باشی تسبیح تو را خواهد شنید. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بگو پروردگار والا مقام خود رو با ذکر نامش. او والا مقام است و از حال تو خبر دارد، صدای تو رو میشنوه. وقتی که تو در سجده افتادی و با زمین نجوا میکنی و میگی که سبحان ربی الاعلی، پاک و منزه است از هر عیب و نقص در ذاتش، در صفاتش و در افعالش. اون پروردگار والا مقام من که او را عبادت می کنم و می ستایم. تو در سجده و با خاک نجوا می کنی، این ذکر و الله متعال در آسمان ها نجوای تو را می شنود و از حال تو با خبر است. سبح اسم ربک الاعلی. پیوسته به ذکر یاد الله والا مقام مشغول باش، نام او رو ذکر کن. همیشه مشغول باش به تسبیح و تحمید او. سبحان الله، الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. پیوسته زبان تو جاری باشه این ذکرها بر زبان تو، ولو اینکه دست به کاری دل با یار باش و پیوسته الله متعال رو در نظر داشته باش. پروردگار والا مقام تو، پروردگاری که والاست. اگر زیبایی میبینی او زیباتر از زیبایی هایی است که میبینی، خالق این زیبایی هاست. اگر قدرت میبینی او قدرتمندتر از هر قدرتی است. اگر ثروت میبینی خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست. و اگر حکمت و درایت میبینی حکیم اوست و علیم اوست. و اگر هر صفت خوب و نیکی که دور بر خود مشاهده میکنی، الله بالاتر و والا مقامتر و بزرگوارتر
از هر آن چیزی است که تو مشاهده می‌کنی، بلکه هر آنچه که تو تصور بکنی درباره پروردگارت و درباره الله متعال. الله فراتر از تصور توست. سبحان ربی الاعلی. بگو سبح اسم ربک الاعلی. به تسبیح الله متعال مشغول باش. نماز بخوان. نماز مهمترین رکنش سجده است و در سجده ذکر سجده این است: سبحان ربی الاعلی. از این آیه گرفته شده این ذکر: سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بگو پروردگارت را که بالا مقام است و ما بر اطاعت از این دستور الله متعال در نمازهایمان، در مهمترین رکنش در سجده، در مهمترین لحظه عبادت در پیشگاه الله متعال، این تسبیح رو بر زبان داریم: سبحان ربی الاعلی. الذی خلق فسوی. اون پروردگاری که خلق کرده تو رو و خلق کرده تمام کائنات رو، فسوی و مخلوقات خود رو شکل داده، آراسته است و استوار کرده خلقت خودش رو. هر خلقتی که انجام داده در کمال دقت و در کمال درایت و در کمال استواری است آن خلقتش. والذی قدر فهدی. آن ذاتی که وقتی که خلق کرده اندازه های هر شیئی رو دقیق برابر آفریده. انسان وقتی وجود خودش رو نگاه میکنه که چقدر زیباتر راهی میشه یک انسان. وجود انسان، زیبایی وجود انسان وقتی که این انسان طراحی شده و خلق شده، اندازه دستها، اندازه پاها، اندازه تناسب دستها و پاها، چشمها، گوشها، بینی، لبها، موها، قرار گرفتن هر کدوم در جای مناسب خود و این اندام متناسب وقتی که الله متعال خلق کرده. قدر فهدی. والذی قدر. اندازه گرفته مخلوقات خود رو و هر کدومش رو بر اساس حساب کتابی دقیق آفریده است. فهدی. و اونها رو راه زندگی اونها رو به اونها آموخته است. برای انسانها کتاب فرستاده، پیامبران رو فرستاده، دعوت رو به اونها رسانده است و به اونها یاد داده که مسافرن و از این دنیا به دنیای دیگری خواهند رفت. و برای جنها و برای همه مخلوقاتش، حتی برای حیوانات، حتی برای حشرگان، برای حشرات، برای موجودات دیگر، پرندگان و چرندگان و خزندگان و هرچه که دور بر خودمون میبینیم، گیاهان و درختان، برای همه اونها برنامه زندگی داده به اونها. هر کدوم از اونها میدونن که چطور زندگی بکنن، چطور نیازهای خود رو برطرف بکنن، برآورده بکنن، چطور زاد و ولد بکنن، چطور تولید مثل بکنن. هر کسی میداند که چگونه زندگی بکنه. هر موجودی امتی است. هر کدوم از اینها برای خودشون امتی هستند و این امتیان میدانند که چگونه زندگی بکنن، با دیگران تعامل داشته باشن، رفتار داشته باشن و چطور مسیر زندگی خود رو پیش ببرن. و همه اینها به تسبیح الله متعال مشغولن. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ شیئی در آسمان و زمین، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن، 7 آسمان و زمین و هر آنچه که بین آسمان و زمین است به تسبیح الله متعال مشغول است. و این من شیء الا یسبح بحمده. هیچ شیئی در آسمان و در زمین نیست مگر اینکه به تسبیح الله متعال مشغول است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما شما نمیدانید که اونها چگونه تسبیح میگویند. اینکه فرمود سبح اسم ربک الاعلی، تنها توی انسان نیستی که تسبیح میگی. الله والا مقام خود رو، پروردگار والا مقام و بزرگوار خود رو، تمام موجوداتی رو که الله متعال خلق کرده اونها رو راهنمایی کرده، همه به تسبیح الله متعال مشغولن و به تقدیس او و اطاعت و فرمان برداری دارن از او. همون ذاتی که والذی اخرج المرعى، اون ذاتی که از زمین برای شما چراگاه‌های سبز رویانیده است و خارج نموده. انسان وقتی که در طبیعت داخل میشه و میبینه سرسبزی طبیعت رو و این گیاهانی رو که از زمین رویدن و هر کدوم از این گیاهان خودش یک کارخانه است از عظمت و شگفتی. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. انسان وقتی که میبینه چگونه یک سلول گیاهی با چه عظمتی خلق شده، یک سلول جانوری
با چه عظمتی خلق شده. هر کدوم از اینها یک کارخانه هستند. میلیاردها میلیارد کارخانه در 1 متر از فضای مورد دید ما، در فضای سبزی که ما میبینیم، در چراگاه‌ها، باغ‌ها و جنگل‌ها و مراتع زیبایی که ما مشاهده میکنیم نهفته است. عظمت و شگفتی نهفته است. والذی اخرج المرعى، اون کسی که برای شما از زمینی که خشک است و مرده سبز میکنه و میرویاند گیاهی سبز، و این گیاهی که رشد میکنه و این گیاه بلند میشه و ساقه میده و گل و شکوفه میده و میوه و محصول میده و بعد از اون دوباره پژمرده میشه. فجعله غثاء احوا، الله متعال او رو خشک میکنه. وقتی که خشک شد او رو رنگش رو تیره میکنه، به سیاهی میزنه رنگ او و گویی که مرده و از بین میره. این حکایت زندگی شما هم هست. الله متعال با این آیات من و شما هم تذکر میده که تو که هر روز میبینی چگونه تابستان میشه، بهار میاد بعد از زمستان، بهار میشه تابستان و بعدش پاییز و بعدش زمستان میاد. تو فراموش نکن که زندگی تو هم بهاری دارد، تابستانی و پاییز و خزانی و بعد از آن زمستانی و دوباره در عالم دیگر بهاری دیگر خواهد داشت و دوباره زنده خواهد شد. هر روز و هر شب برای من و تو یادآور اینه که چرخه زندگی پیوسته ادامه داره. یکی وارد زندگی میشه و یکی خارج، یکی به دنیا میاد و دیگری میمیره. روز به پایان میرسه، شب به پایان میرسه، دوباره روز، تابستان و زمستان، مردن و زنده شدن گیاهان. فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه بیانداز به آثار نعمت رحمت الله متعال که چگونه زمین مرده رو سبز میکنه بعد از این که مرده بود. ان ذلک لمحیی الموتى، اون ذاتی که این کار رو میکنه اون ذات است که دوباره زنده خواهد کرد مردگان رو. اون ذات است که دوباره شما رو در عالم دیگر زنده خواهد کرد. وقتی که میری در چراگاه ها مزرع سبز فلک دیدم و داوس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. وقتی که میری یک مزرعه سبز رو میبینی بیاد آور که حکایت زندگی تو هم مثل اینه. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، مثال بزن برای اونها زندگی دنیا رو. کما این به مانند آب است که انزلناه من السماء، من از آسمان نازل میکنم. فاختلط به نبات الارض، و گیاهان زمین رو با اون آب آمیخته میکنم. فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح، و بعد از اون خشک میشن، میافتن اینها، خس و خاشاکی میشن، باد میاد اونها رو بلند میکنه و میبره. که لم یکن شیئا مذکورا، انگار که اصلا وجودی نداشتن. توی انسان هم این گونه خواهی بود. یک روزی سرسبز و خرم میشی، بچه بودی رشد میکنی، جوان میشی، در اوج جوانی قرار میگیری و زیباییت، و بعد از اون دوباره فرسوده میشی و پیر میشی و میمیری و در خاک میری و خاکستر میشی و فراموش میشی به نسبت دیگرانی که در دنیا هستن. اما الله تعالی تو رو فراموش نخواهد کرد. دوباره تو رو در عالم دیگر به دنیا خواهد آورد و دوباره تو رو زنده خواهد کرد. اون بیا به سراغ این کتاب و این کتاب رو مطالعه کن و خودت رو فراموش نکن. سنقرئک فلا تنسی، پیامبر من این کتاب رو برای تو میخوانم و این قرآن رو برای تو میخوانم تا تو اون رو فراموش نکنی و او رو فراموش نخواهی کرد. او رو فراموش نخواهی کرد. الا ما شاء الله، مگر آن چیزی رو که الله متعال بخواهد که تو فراموش بکنی. برخی از احکامی که بر رسول الله علیه السلام نازل میشد، وقتی آیات نازل میشد رسول الله علیه السلام همزمان با جبرئیل امین علیه السلام میخواندن تا فراموش نکنن آیات رو حفظ بکنن. الله متعال فرمود که ما برای تو نگه میداریم، تو نیازی نیست که عجله بکنی در یادگیری کلام الله مجید و در ذهن تو اینها محفوظ خواهد ماند، مگر آن چیزی از احکام کتاب که نسخ شد، حکمی نازل می شد، بعد از اون آیه دیگری می آمد و حکم دیگری رو جایگزین حکم قبلی می کرد. به خاطر اینکه در ابتدای اسلام برای اینکه یک سری احکام جا بیفته در بین جامعه نیاز بود تا تدریجی این احکام نازل بشه، به مانند حکم تحریم شراب که در 3 مرحله نازل شد و آیاتی دیگر از این مورد که نسخ شدن. این رو الله متعال میفرماد الا ما شاء الله، مگر اون احکامی رو که الله متعال بخواد که از ذهن تو بره و فراموش بکنی، آیاتی نسخ بشه. انه یعلم الجهر و ما یخفی،
الله متعال هر آنچه که آشکار است و هر آنچه که مخفی است همه و همه را می‌داند. انه یعلم الجهر و ما یخفی. و الله متعال اون ذاتی که همه پنهان و آشکار تو رو می‌داند، با او راحت باش، با او درد دل بکن، با او نجوا بکن، با او خودت رو بسپار به او و با او صحبت بکن. بگو تو همه ظاهر و باطن من رو میدانی، پنهان و آشکار من رو میدانی، آنچه در قلب و زبان من هست همه را میدانی، زندگی من رو میدانی. بار الله من رو تنها نگذار. بار الله آنچه که میخواهم، آنچه نیازمندم، آن را برای من مقدر بگردان. خیر رو در زندگی من قرار بده، در دنیای من، در آخرت من. من رو محتاج و نیازمند کسی نگردان، من رو بی نیاز بگردان. از جانب خود و محتاج و نیازمند بندگان خود قرار نده. انه یعلم الجهر و ما یخفی و نیسرک لیلیسرا. برای تو فراهم میکنه مسیر آسانی در راه عبادت رو، مسیر آسان دستیابی به جنت رو، اگر خود رو بسپاری به الله متعال، اگر دل بدی به الله متعال، اگر اعتماد بکنی به پروردگار خودت، اگر او رو قبول بکنی، با او درد دل بکنی و در راه او قرار بگیری. فذکر، به فکر خودت نباش تنها، دیگران رو هم پند بده. این نفعت الذکری، اون جاهایی که احساس میکنی که پند دادن تو مفید واقع میشه، لحظه ها رو غنیمت بشمار، فضاها رو استفاده بکن. هر جایی که حرف تو خریدار داره، هر جایی که اعتباری برای حرف تو هست، هر جایی که فرصت رو مناسب دیدی، هر زمان و هر مکانی که برای پند دادن دیگران، یادآوری کردن برای دیگران، اونها رو بیاد حقیقت زندگی اونها بیاندازی، از این فرصت استفاده کن. تذکر ان نفعت الذکری، هر جا که احساس میکنی مفید است پند دادن تو، این فرصت رو غنیمت بشمار. سیذکر من یخشی، تو پند بده. آن کسی که میترسه از آینده خودش، از ملاقات پیش الله متعال، از ایستادن به محضر الله متعال، به حساب کتاب دادن پیش الله متعال، پند خواهد گرفت. هر کسی که میترسد از آینده خودش، هر کسی که میترسه از مرگ خودش، از قبر خودش، از حساب کتاب بعد از مرگ خودش، از صحرای محشر، از وارد شدن بر پل صراط و افتادن در جهنم و دوزخ، اون پند خواهد گرفت. سیذکر من یخشی اما و یتجنبها الاشقی، اون شقی ترین، بدبخت ترین ها هستند که دوری میگزینن، دوری میکنن از آنچه که تو میگویی، از این کتاب، از قرآن کریم، از دعوت تو، از رسالت تو. هر کسی که قرآن رو گوش نمیکنه، هر کسی که حاضر نیست بیاد و عقل خود رو به کار بیاندازه و این کلام سراسر حقیقت رو بپذیره، تفکر بکنه، تأمل بکنه، با تدبر به فکر عمل به معانی مفاهیم آن باشه، این خودش بدبخت است. بدبختترین انسان این انسانه، چون راه خودش رو گم کرده، چون پریشان است، چون در زندگی آرام نیست. این شقاوت نقطه مقابل سعادت است. سعادت یعنی خوشبختی، یعنی احساس آرامش. سعادت واقعی از آن کسی است که حقیقت زندگی دنیا رو درک کرده و فهمیده که اینجا مسافر است و ارتباط خود رو با الله متعال برابر کرده و در این ارتباط زیبا با الله متعال لذت میبره از زندگی خودش، با وجود تمام پیچ و خمها و فراز و نشیب‌هایی که در مسیر زندگی او وجود داره. اما آیا امکان داره که انسان بدون ارتباط با الله متعال، بدون تعلق با الله متعال، بدون اتباع از دین، بدون اعتقاد به آخرت، بدون اعتقاد به حساب کتاب، بدون باور داشتن به جنت و دوزخ و جهنم سعادت داشته باشه؟ کلا و حاشا. محال است انسان بدون شناخت الله متعال لذت ببره از زندگی خودش، سعادت رو تجربه بکنه، ولو اینکه این انسان ثروتمندترین انسان روی زمین باشه، این انسان آقای عالم هم که بشه، این انسان هر نعمتی که داشته باشه. طبیعت این دنیا این گونه است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، من الله با عظمت انسانها رو در مشقت و سختی خلق کردم. انسان طبیعت دنیا این گونه است. مشکلات و سختی ها و مصیبت ها یکی از حقیقت های غیر قابل انکار این دنیاست. نمیتونی که با اونها مبارزه بکنی. هیچ انسانی از اونها در امان نیست. بیماری ها، مصیبت ها، فراق دوستان، مصیبت خانواده، کشته شدن، مرگ و ده ها.
مصیبت و غم و اندوه دیگری که طبیعت این دنیاست. در این میان فقط کسانی هستند که با الله متعال ارتباط دارند. الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد الله متعال است که این قلب آرام میگیره، احساس خوشبختی میکنه انسان. من عمل صالحا من ذکر او انثی. هر کسی که عمل صالح انجام بده، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، و ایمان کامل داره به اللهی که شاهد بر اعمال اوست و منتظر اوست در عالم دیگر، فلنحیینه، حتما، قطعا، یقینا، با 3 تا تاکید. من الله با عظمت در دنیا به او حیات طیبه، فلنحیینه حیات طیبه، زندگی زیبا و آرام به او خواهم داد. سعادت رو درک میکنه و احساس میکنه. مهم نیست که این کجا زندگی میکنه، ولو اینکه در قعر چاهی باشه به مانند یوسف علیه السلام و یا بر تخت شاهی نشسته باشه مانند سلیمان علیه السلام، اون انسان جنتش در قلبش هست، احساس سعادت میکنه. نقطه مقابلش کسی است که احساس شقاوت و بدبختی میکنه. شقاوت و بدبختی از آن هر کسی است که و یتجنبها الاشقا. از این پند تو و از قرآن تو و از دین تو هر کسی روی بگرداند بدبخت میشه، شقی میشه. سعادت در زندگی او معنایی نخواهد داشت، به والله طعم لذت رو نخواهد چشید. الذی یصلی النار الکبری. این انسان بدبخت، اصل بدبختی در اون دنیاست، داخل خواهد شد به آتش عظیم، به دوزخ. آیا میارزه انسان در این دنیای چند ساله‌ای که پر از غم و اندوه است، به خاطر به دست آوردن چند لذتی که از راه حلال هم میشه اونها رو به دست آورد، سعادت رو کنار بگذاره و انسان خودش رو بدبخت میکنه تا بره در دوزخی که میلیاردها سال در او خواهد بود. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. نه میمیرد در دوزخ و نه زندگی میکند، نه مرگی است، مرگی وجود نداره. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. هر وقت که پوسته های اونها آتش میگیره، میسوزه، زغال میشه، سیاه میشه، بدلناهم جلودا غیرها، دوباره از اول پوست جدیدی جای او رو میگیره، لیذوقوا العذاب، تا عذاب بچشه. هی داره از بین میره و هی داره اضافه میشه. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. هر روز بر عذاب اونها افزوده خواهد شد، هر روز بدتر از دیروز. لا یموت فیها. آرزوی مرگ میکنن، میگن یا مالک لیقضی علینا ربک. ای مالک، از خدای خود بخواه که ما رو از بین ببره و هلاک بکنه. اما این گونه نیست، هر روز عذاب اونها بیشتر از دیروز است. لا یموت فیها ولا یحیا. زنده هم نیست، زندگی نمیکنه، هر روز عذاب است و هر روز عذاب بیشتر از دیروز است. این حکایت دوزخ است. انسان عاقل باید بشینه و فکر بکنه. بیا به من بگو که بعد از مرگ تو کجا میری. بیا ضمانت بکن برای من بعد از مرگ خودت رو. به من برگ ضمانت بده که تو، ما انسان ها بعد از مردن در قبر اتفاقی برای من و تو نخواهد افتاد. بعد هر کاری که دوست داشتی بیا من با تو انجام میدم. اما ضمانت کن برای من قبر رو. نمیتونی ضمانت کنی. تویی که منکر این حقایقی، نمیتونی ضمانت کنی. نه من نه تو هیچ کنیم نمیتونیم ضمانت کنیم. باید بپذیریم این حقایق رو. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این کلام جدی است، شوخی نداره با ما. الله متعال میفهمد خودتون رو نجات بدید از این دوزخ. قد افلح من تزکا. رستگار شد و خوشبخت شد اون کسی که پاک کرد خودش رو و تزکیه کرد خودش رو و اصلاح کرد خودش رو. و ذکر اسم ربه فصلی. و ذکر الله متعال رو به جای آورد و نماز خواند. بیا خودت رو تزکیه بکن، بیا دستت رو به دست من بده تا با هم حرکت بکنیم در مسیر خوشبختی و سعادت و فلاح و رستگاری. و این مسیر حاصل نخواهد شد. انسان به خوشبختی و سعادت و فلاح و رستگاری و تزکیه و اصلاح و خودسازی و پاک کردن وجود و ضمیر خود موفق نخواهد گشت مگر با ذکر و نماز. قد افلح من تزکا. تزکیه شدن، رستگار شدن کسانی که تزکیه کردن وجود خود رو با ذکر اسم ربه، ذکر الله متعال، فصلی و نماز. نماز
و ذکر الله متعال. نمازت رو پایبند باش، نمازهات رو بخون، 5 وقت سر وقت بخون و نمازهای خودت رو با حضور قلب بخون، با احساس بخون، با محبت بخون. وقتی که میری نماز میخونی به شکلی نماز بخون گویی که رفتی به دیدن ملاقات و هم کلامی با عزیزترین عزیز زندگی خود، با محبوب خود صحبت میکنی. همیشه به یادش باش. و وقتی میشه این احساس رو ایجاد کرد در وجود که انسان علاقمند بشه به الله متعال، عاشق بشه به الله متعال، دل بده به الله متعال، محب الله متعال باشه، بشناسه الله متعال رو، صفات الله متعال رو، کمال الله متعال رو و الله متعال رو علاقمند بشه بهش. قد افلح من تزکى، رستگار شدن کسانی که خودشون رو تزکیه کردن و ذکر اسم ربه فصلی، نماز خواندن، ذکر کردن پیوسته سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. همیشه در ذکر باش، همیشه بیاد الله متعال باش، در ذهنت باشه الله متعال، در قلبت باشه الله متعال، همیشه در آسمان ها باش، همیشه در جنت باش، همیشه در اون عالم دیگر باش. کون حقیقت زندگی من و توه. قد افلح من تزکى و ذکر اسم ربه فصلی. اما مشکل اینه که بل تؤثرون الحیات الدنیا، شماها دل خوش کردید به همین دنیا، دلتون رو چسبونید به همین دنیا، نعمتهای این دنیا، همین چیزهایی که دور بر شماست. الله متعال اینها رو برای ما زینت داده و ما رو آزمایش میکنه. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. زینت داده شده برای انسانها شهوترانی نسبت به زنها، شهوت نسبت به مال، شهوت نسبت به فرزند، شهوت نسبت به ثروت‌های هنگفت، شهوت نسبت به سواری‌های آنچنانی، شهوت نسبت به مال داشتن، مزرعه داشتن. اینها همه مال حیات دنیاست، اینها همه زندگی دنیاست. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، بهتر از این رو به شما سراغ ندم. للذین اتقوا عند ربهم جنات، برای کسانی که تقوا پیشه کردن الله متعال میفهمه جنت ها آماده است. فریفته زندگی چند روز دنیا نشو، به مالت نناز که به شبی بنده، به جمالت نناز به تبی بنده، مغرور نشو به هر چی داریم. فراموش نکن که از این دنیا جز یک پارچه سفید کفن با خودش در قبر نخواهی برد، اون پارچه‌ای که جیب نخواهد داشت که بتونی داخلش پولی بگذاری و هیچ کسی با تو در قبر تو همراه نخواهد بود. نه پول تو، نه ثروت تو، نه مقام تو، نه مدارک تحصیلات دانشگاهی تو، نه منصب تو، نه اون لقب‌هایی که به تو میدادن، نه تجارت تو، نه اسکورت و بادیگارد تو، نه نیروهای تو، نه فرزندان تو. هیچ کس و هیچ کس با تو در قبر نخواهد آمد. تو تنها و تنها و تنها با الله متعال ملاقات خواهی کرد. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همون گونه‌ای که از شکم مادر لخت و عریان و تنها آمدی دوباره به شکم اصل مادر، شکم مادر حقیقی که زمین است، برمیگردی تنها و با یک پوشش کفن. فراموش نکن سهم خودت رو از این زندگی. والآخرة خیر و ابقا، آخرت، زندگی پیش رو برای تو خیلی بهتر است و باقی میمانه. این دنیا از بین میره. تو در کاخ زندگی بکنی، تاجر باشی، رئیس جمهور باشی، ثروتمند باشی، میلیارد هم ثروت داشته باشی، میمیری، مرگ میاد به سراغ تو و تو رو میبره از این قصر. جنازی تو رو خارج میکنن، جنازه تو رو از کارخانه تو خارج میکنن، جنازه تو رو داخل قبر میگذارن دست خالی، باقی نمیمانه برای تو. دل نبند به چیزی که از دست میدی. والآخرة خیر و ابقا، آخرت بسیار بهتر است، باقی میماند. آخرت مرگی وجود نداره، در آخرت فراقی وجود نداره، بیماری وجود نداره. میلیاردها میلیارد سال خالدین فیها، جاودانه در جنت زندگی خواهی کرد. این رو پند بگیر. این درسی است که الله متعال برای همه طول تاریخ بشر فرستاده بود. ان هذا لفی الصحف الاولی، در کتاب‌های گذشته، در تورات، در انجیل، در زبور، صحف ابراهیم و صحف موسی، الله متعال این موضوع رو مطرح کرده بود. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. من در اون نوشته هایی که به ابراهیم و موسی علیه السلام هم دادم، در اونها هم نگفته بودم که آخرت برای شما بهتر است. رستگار شد هر کسی که
تقوا پیشه کرد و خود رو اصلاح کرد، نماز خواند و یاد الله متعال بود و آخرت رو بر این دنیا ترجیح داد و این دنیا رو به اندازه همون زندگیش در دنیا مورد توجه قرار داد و فراموش نکرد که این دنیا مزرعه آخرت است و در اینجا باید کشت بکنه تا آنجا درو بکنه. الله متعال به من و شما توفیق عبادت و توفیق فهم صحیح دین نصیب بگرداند. این سوره به من و شما درس میده تا بشینیم و فکر بکنیم و یاد بگیریم که کجا میریم و حقیقت خودمان رو گم نکنیم. تا برنامه بعد همیشه از زان برای متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني